آیا می‌دانید اوزبیک‌ها چه قومی هستند؟ اوزبیک‌های افغانستان یکی از اقوام بزرگ و تأثیرگذار در افغانستان هستند که با فرهنگ غنی و تاریخچه کهن سهم بزرگی در پیشرفت و توسعه این کشور داشتند. در افغانستان اوزبیک‌ها بیشتر در شمال این کشور، به ویژه در ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپول و فاریاب زندگی می‌کنند. در بیرون از افغانستان، بزرگترین جمعیت اوزبیک‌ها در کشور ازبکستان زندگی می‌کنند و اکثریت جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند. جمعیتی از اوزبیک‌ها در کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان نیز زندگی می‌کنند. همچنین جمعیت کوچکی از اوزبیک‌ها در منطقه سینکیانگ کشور چین نیز ساکن هستند. اوزبیک‌ها تاریخ غنی و کهن دارند که ریشه در قبایل ساکن در آسیای مرکزی دارد. این قوم بزرگ در طول تاریخ نقش مهمی در گسترش فرهنگ، تمدن، ادبیات و هنر داشته است. امپراتوری‌های اوزبیک، مخصوصاً امپراتوری تیموریان که در قرن 14 و 15 میلادی به اوج قدرت خود رسید، نقش بسیار مهمی در شکلگیری فرهنگ و تمدن افغانستان ایفا کرد و آثاری را در شهرهای سمرقند و هرات به جا گذاشتند که امروز در زمره بزرگترین آثار هنری جهان و جزو میراث‌های جهانی یونسکو، سازمان فرهنگی ملل متحد، گردیده است. تیموریان با ساخت بناهای باشکوهی مانند مسجد جامع هرات، زیبایی‌های معماری اسلامی را به افغانستان آوردند. علاوه بر این، آنها به ارتقا و گسترش خط نستعلیق که امروزه یکی از مهمترین خطوط در فرهنگ اسلامی و فارسی به شمار می‌رود، کمک کردند. ادبیات فارسی نیز در این دوران شاهد پیشرفت بی‌نظیری بود، به طوری که شاعران بزرگی مانند جامی و نوایی ادبیات فارسی را به اوج شکوفایی خود رساندند. این دوره همچنین در ترویج علم و دانش از جمله در زمینه‌های نجوم و ریاضیات بسیار مؤثر بود. اولوغ بیگ، پسر شاهروخ میرزا و نجوم شناس بزرگ عصر خویش، رصدخانه بزرگی را در حومه شهر سمرقند بنا کرد که خدمات ارزنده‌ای را در بخش نجومی برای بشریت تحفه داد. وی را میتوان پدر تحقیقات فضایی نامید چون که زمینه تحقیقات و تسخیر فضای خارجی را امروز توسط فضانوردان آمریکایی و روسی ممکن ساخت. در این دوره هرات پایتخت شاهروخ میرزا، پسر امیر تیمور بود. او و همسرش بانو گوهرشاد بیگم پیشگام شکوفایی هنر، معماری و ادبیات در خراسان بزرگ بودند. به دستور گوهرشاد، این بانوی فرهیخته، بناها و مراکز فرهنگی بزرگی در خراسان بزرگ احداث گردید که تا امروز از شهرت جهانی برخوردار هستند. همچنین در دوره حکومت سلطان حسین بایقرا به ابتکار او و امیر علی شیرنوایی، شاعر و سیاستمدار بزرگ، ادیبان و شاعران بزرگ از قبیل جامی، نقاشانی بی‌بدیل، از قبیل بهزاد و دها ادیب و هنرمند در دربار سلطان حسین بایقرا در شهر هرات میزیستند و هنرهایی را خلق و تقدیم بشریت کردند که نظیرش در دنیا دیده نشده است. پیش از آن که اروپایی‌ها دوره رنسانس و شکوفایی فرهنگی خیش را شروع کنند، دربار امیران اوزبیک سردمدار رنسانس و شکوفایی فرهنگی جهان بود و مناطقی از قبیل آسیای مرکزی و شمال غرب افغانستان امروزی مرکز تمدن دنیا محسوب میشد. امروزه مردم اوزبیک در زمینه‌های مختلفی از جمله زراعت، صنعت و تجارت نقش کلیدی ایفا می‌کنند. همچنین این قوم در صنعت قالین بافی، اسب سواری و بازی ملی افغانستان یعنی بزکشی شهرت خاصی دارند. اوزبیک‌ها به زبان اوزبیکی صحبت می‌کنند که جزو خانوادگی زبان‌های تاروکی است. مهمترین امپراتوری‌های اوزبیک‌ها عبارت از امپراتوری‌های گورگانیان، سلجوقیان، بابریان و ایلخانیان می‌باشند. مهمترین شخصیت‌های تاریخی و فرهنگی اوزبیک‌ها عبارتند از امیر تیمور، ظهیرالدین محمد بابر، امیر علی شیرنوایی، سلطان حسین بایقرا، شاهروخ میرزا، بانو گوهرشاد بیگم،